پیش از 2 سال هجرت پیغمبر خدا در مکه مکرمه عایشه صدیقه را با رسول اکرم نکاح کردند. عایشه صدیقه خود حکایه میکند، میگوید در بیرون من بازی داشتم با دوگانه هایم، و ناگاه مادرم ام رومان فریاد زد که نزد من بیا. میگوید دوان آمدم که یک تپیش در دل من پیدا شد که دلم بالا میرفت پایان می آمد، شلپر بودم، مانده شدم. مادرم گفت یک مقدار همین پسی در ایست، بعد خانه می درآیید. من نمیدانستم که چی مسئله باشد. وقتی مادرم خانه در آورد، نگاه کردم زنهای زیاد از در مدینه جمع شدند و مرا پیش اونها گذاشتند و این زنهای مدینه برای من گفتند خیر و برکات به جان تو باد که تو امروز در نکاحی بهترین بنده خدا محمد صلی الله علیه و سلم داخل بشوی. خیلی خوشنود شدم. لیکن عایشه صدیقه میگه وقتی مرا نکاح کردن ماه شوال بود. برادرای عزیز تصور شما یک حکمت از اینجا دور نکنید. ماه شوال بود، رمضان، بعد رمضان شوال می آید. در ماه شوال عایشه صدیقه میگه که مرا پیغمبر خدا نکاح کرد. پس اینجا یک مسئله که امروز مردم ما را فرا گرفته، از بعضی از مردای ما و شما پیرو این فتواهای زنکار شدن، بین 2 عید میگویم که نکاح نادرست است. بین 2 عید نکاح نادرست. پس این سخن عایشه صدیقه اثبات میکنه که شما مردم دروغ میگوید. بین 2 عید نکاح درست است. ببینید بعد رمضان ماه شوال می درآید، شوال می آید، ذوالقعده می آید، ذوالحجه، بعد عید قربان می شود. بین عید رمضان و بین عید قربان نکاح با طریق اولاد جایز است. برادرای عزیز، این سخنه که بین عید قربان و عید رمضان جایز نیست، این از دوره های جاهلیت بود، این از دوره های پیش از اسلام بود. اینا در کتابا میارن که ماه شوال به چی خاطر در عرب ها نکاح نمی کردن؟ به خاطر که معنای شوال معنای مرگ می دهد، معنای سختی را می دهد، معنای کلفت که می دهد. و یک روایت دیگر این است که در ماه شوال کسل طاعون آمده بود، آب پرتایه. دیگر مردم همین ماه را ماه بدبختی اعلان کرده بود، در این ماه نکاح نمی کردن. برای این از جاهلیت است، این از مردم ما و شما نیست. برادرای عزیز، بین 2 عید نکاح درست است، نکاح یگان زلالی ندارد. لیکن اگر بین 2 عید هم گذرد به عقیده شما، بعد عید قربان هم اگر توی کنین، همین توی های فسق و فساتان باشد، و در کل سال غلط و نادرست است، نه در بین 2 عید. پس حضرت عایشه صدیقه را یا حکمت از اینجا من دور نکنم، همین بود که در ماه شوال نکاح او صورت گرفت. پس بین 2 عید نکاح درست است. این فتوا است، من برای همه شما خبر میدهم. مبادا یک دختر مثال شوهر میتین، بچه هاتون زن میتین، اگر بین 2 عید دم که آمد نکاح کنین، نکاح کنین، درست است. عایشه صدیقه را رسول اکرم در ماه شوال نکاح کردند. دویم حکمت چیست اینجا؟ وقتی عایشه صدیقه میگوید مرا پیش زنهای مدینه آوردن، در همون خانه که گویم عایشه خودشان زندگی میکردن، توده زنها نشسته بودند و مرا پیش از آنه که به پیغمبر خدا تسلیم کنند سر و روی مرا شستند، مویهای مرا روغن کردند، بر من خوشبویی مالیدند. بعد حبیب خدا بعد چاشت، بعد گویم آفتاب برآمدن آمده دستی مرا گرفت و به خانهش برد. اینجا چه حکمت است؟ این مستحب بود است که عروس ها را پیش از خانه شوهر رفتن زنها آنها را آرا و تارا دهند. این مستحب است که آنها را شانه زنند، لباس های خوب پوشانند، خوشبویی کنند، بعد به خانه شوهر برند. این ثواب است، این درست است. لیکن دادرای عزیز،
من مسئولیت دارم، به خدا قسم. من میدانم شاید بعضی برادرها را نمیخواهند، شنیدن نمیخواهند، لیکن این قدر میگوییم که ما مسلمان هستیم، ما مسلمان هستیم. ما حقوق نداریم که دختری ما را یک مرد بیگانه آمده از پریکمخر آورده و او را آرا و تارا دهد. این گناه است وقتی که یک مرد بیگانه دست او در سر و زلف دختر من میرسد. این خیلی بی‌غیرتی و خیلی بی‌ناموسی من نشان میدهد. این متاسفانه در مردم وجود دارد. دخترها را آرا و تارا دهید، مویهای سرشان را نبرید. بسیار خوب میشود که اونها را با عقل آرا و تارا دهید، اونها را با کیبانوگی آرا و تارا دهید، بعد به خانه شوهرهاشون برید. زنهای مدینه، عایشه میگوید مرا بسیار نصیحت کردند پیش از آنی که خانه شوهر روم، لیکن امروز زنها را نصیحت نمیکنند. و این سخن ابوبکر صدیق که میخواهند دخترم در نکاحی رسول اکرم باشد، اینم صورت گرفت. برادرای عزیز و گرامی، بدگویی های عایشه صدیقه هم وجود دارد. حضرت عایشه را تهمت در زنا کردگیند، تهمت کردگیند. بالای او از آیت 11 سوره نور تا 20 آیت سوره نور برای پاکیزگی عایشه آیت قرآن نازل شده است. این برای پیغمبر خدا را در خجالت گذاشتن، ابوبکر صدیق در عذاب گذاشتن. منافقات توانستند که یک آوازه تهمت در مدینه برپا کنند. این چگونه صورت گرفت؟ پیش از آنه که صورت گرفتن این تهمت من برای شما گویم، فراموش نکنید که اولین محبتی که در اسلام رخ دادگی است، این محبت رسول اکرم به عایشه است. اولین محبتی در اسلام است. رسول اکرم خود در روایت های صحیح بخاری میگذارد محبوب ترین زن به سوی من این حضرت عایشه است. محبوب ترین زن عایشه را بسیار بسیار دوست می داشتند. حتی گفتند فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام. فضیلت عایشه گفتند بالای دیگر زنهایی که در نکاح دارم، بالای اونها مثل آبگوشت بالای دیگر طعام هاست. ببین در ما و شما طعامی که گوشت داشته باشد از طعام هایی که گوشت ندارد، فضیلت و بزرگی این طعام بلندتر است. رسول اکرم گفتند عایشه در بین طعام ها انمون طعامی گوشتدار هست، گفت نسبت دیگر زنهایی که من دارم. حتی که بار رسول اکرم اینم در صحیح بخاری میگذارد، با عایشه صدیقه نشسته بودند که جبرائیل پایان شد. و حضرت جبرائیل چی گفتند؟ گفتند ای محمد به عایشه سلام مرا برسان. جبرائیل به عایشه سلام میفرستد. رسول اکرم چی گفتند؟ یا عایشه یقرأ علیک السلام. جبرائیل به تو سلام میگوید. حضرت عایشه چی گفتند؟ و علیه السلام و رحمت الله و برکاته ترى ما لا ارى. بر جبرائیل بگو که علیه السلام و رحمت الله و برکاته، ای حبیب خدا آن چیزی را که تو میبینی من نمیبینم. مثلا جبرائیل تو دیده ایستاده من نمیبینم، لیکن سلام مرا به جبرائیل رسان. بسیار فضیلت ها در بین زنها داشت. باره میگوید حبیب خدا که بسیار خانه عایشه زیاد می آمد، در زیر چادر با عایشه دراز کشیدگی بود که دیگر زنهای پیغمبر شاید 5 نفرش، شاید 6 نفری او یک جایه شدن و فاطمه را فریاد زدن. دختری دوست داشته ترین پیغمبر فاطمه را گفتن رو با پدرت بگو که چگونه محبت به عایشه داره، با ما هم همچنان محبت کنه. اینم در صحیح بخاری میگذارد. حضرت فاطمه شکایت دیگر زنها را گرفت و به نزد پدرش آمد که رسول اکرم در زیر چادر با عایشه صدیقه دراز کشیدگی صحبت دارد. گفت پدر گو اجازت هست؟ گفت اجازت هست. گفت من شکایت آوردم. گفت چی شکایت آوردی؟
گفت دیگر زنهای تو میگویند چگونه محبتی به عایشه داری، به ما نیز همچنان محبت کن. گفت فاطمه گفت تو دوست نمیداری آن کسی را که من دوست میدارم. گفت پدر گفت دوست میدارم. گفت پس من عایشه را دوست میدارم و برای تو امر میکنم ای فاطمه عایشه را همیشه دوست دار. فاطمه میگوید از جاش خیست و آمد نزد این زنها. گفت با پدرم آن چیزی که پیشنهاد کرده رسانیدم، لیکن بر من این گونه جواب گفت. گفتن زنهاش گفت ما را قناعت نکردی، ما را قناعت نکردی. گفت خیز بار دیگر رو بگو آن محبتی که به عایشه داری به ما نیز همچنان محبت کن. فاطمه گفت قسم به خدا دویم باره پیش پدرم نمیرم. گفت از جاش زینب ابن جحش خیست. این زن پیغمبری خدا بود، دختر عمش بود. حضرت عایشه میگوید در بین تمام زنهای پیغمبر در شرف و بزرگی قریب به من همین زینب برابر میشد. هم حسن جمال خوب داشت، هم پاک دامن بود، هم دستی بخیر داشت و همیشه شبها قیام لیل داشت. بسیار زنی خدا ترس بود، بسیار خدمتگار در پیغمبری خدا بود. میگوید زینب از جاش خیز گفت من شکایت شما را میبرم. خودش هم علم داشت زینب. آمد میگوید نزد حبیب خدا که همون حالتی که با عایشه دراز کشیدگی بود همون حالت قرار داشت. زینب پیشش در آمد و ای حبیب خدا گفت از تمام زنهای تو شکایت همین که محبتی که با این عایشه داری با ما نیز همچنان محبت کن. حبیب خدا میگوید به چهره زینب تماشا کردن چیزی نگفتند. عایشه میگوید من فقط به چشمهای پیغمبر نگاه داشتم که اشاره کنه تا که من جواب گویم. لیکن حبیب خدا میگوید هرچند که نگاه کردم به چشم از چیز اشاره نکرد، لیکن از چهره او فهمیدم که وای به من دلالت کرد که از خودت دفاع کن، دفاع کن از خودت. من میگوید با زینب مناقشه کردم، دو زن با یکدیگر روبرو شدن، جنجال کردیم. ولی بعضی دو زنها سه زنها میگن بین ما جنگ است و دیگر. از این قصه ها برمی آید که در بین زنهای پیغمبر خدا هم رشک وجود داشت. میگوید مناقشه کردیم، لیکن میگوید در سخنرانی من زینب شکست دادم. عایشه میگوید من شکستش دادم. میگوید دیگر مجال حرف زدن نیافت و از جاش خیست میگوید و رفت به جانب زنها گفت که رسول اکرم میگوید این دختر ابوبکر است. وقتی از جا زینب خیست میخواست که رود، گفت زینب گفت یک لحظه گفت این عایشه دختر ابوبکر صدیق است. زینب رفت به مردم رسانید. امام نووی میگوید برای چی پیغمبر خدا گفت که این دختر ابوبکر صدیق است؟ میگوید سبب و حکمتش در این است که یکمش عایشه را پدرش آدمی بزرگ بود و محبوب ترین مردها به سوی پیغمبر هم حضرت ابوبکر بود و دیگر این که یکی از زنهای دانا و زنهای خیلی زیبای پیغمبر هم حضرت عایشه بود. حتی رسول اکرم آنچنان غمخوری به عایشه میکرد که زیباگیش خیلی زیاد که بود، مردهای دعاخانه دعوت میکرد که آمده عایشه را دعای چشم خانه. بالای عایشه دعاخانی ها میکردن که وای خدا از چشم حاسدان، از چشم چشمگران نجات دهد. از این قصه هم حکمت برمی آید که چشم فقط به دعا آدم رد میکند، به خار و به نعل و به موره چشمی و به اینا چشم دور نمی شود. به دعا خواندن چشم از بالا دور می شود. خلاص بیا گوش میکنیم خود حضرت عایشه این تهمت چگونه بیان میکند. خودی وای حکایه میکند، در صحیح بخاری قصهش میگذارد. غزوه بنی مستلق بود میگوید و رسول اکرم وقتی که به غزوه میرفت، به جهاد میرفت، قرعه میپرداخت، یعنی در دستش یک چیزی را پنهان میکرد، کدام زنی که میافت همون زن همراه او در سفر میرفت.
در همین غزوه بنی مستلیق عایشه صدیقه میگوید همون قرعه را من یافتم و مرا همراه خود در این غزوه همسفر کرد. و برای من یک اشتر آماده کرد. بالای اشتر کجاوه داشتم. کجاوه را گفته همون یک خانچه می سازند که اگر شما دیده باشین در بالاهای فیل هم میگذارند، در بالای اسب هم میگذارند، در بالای اشترها هم میگذارند و در او همون رهبرها و سردارها سوار میشوند. برای حضرت عایشه کجاوه ساختگی بودند، در داخل همون می درآمد، در خود می پوشید و این کجاوه او را می برداشتند، بالای اشتر می ماندند و رهسپار می شدند. حضرت عایشه می گوید وقتی که این غزوه تمام شد، مسلمان ها در این ظفر یافتند. پس گشته آمدیم، در یک وادی قرار گرفتیم. نصف شب بود که فرمان شد که بارها را بندین، رهسپار به سوی مدینه می شویم. حضرت عایشه صدیقه می گوید من از کجاوه خود پایان شدم برای قضای حاجت از این عسکران رسول اکرم، از این کجاوه خود دورتر رفته قرار گرفتم برای قضای حاجت. قضای حاجت کردم، گشته به نزد کجاوه خود آمدم، دست در گردن زدم که مورم در گردنم نیست. یک موره داشتم، بسیار موره قیمت بود، همین مورم در گردنم نیافتم. پس برای جستجوی این موره باز به همون جایی که قضای حاجت کرده بودم رفتم. اونجا خیلی وقتی من زیاد گذشت، کافت و کاو کردم. وقتی که از آنجا برگشته آمدم، نگاه کردم که کیها این مردم الک رهسپار شدن، کسی در اونجا وجود ندارد. قصه خیلی با دقت گوش اندازین، شما خودتان پیخست میشوین که آیا این تهمت بود یا تهمت نبود. انا همینجا تهمت حضرت عایشه سر میشود. آمدم که نیست کسی، کجاوه منم بالای اشتر بار کردن رفتن. ببینید حضرت عایشه میگوید برای چی همون انسانهایی که کجاوه را برداشتن و بالای شتر بار کردن درک نیافتن که من در داخل کجاوه هستم یا نیستم؟ برای چی؟ سببش در چی بود؟ میگوید یکمش این واقعه میگوید بعد نزول آیت حجاب بود. یعنی حجاب، ساتر، روی مال انداختن، این آیت وقتی که آمده بود دیگر مردها حقوق نداشتن که هر یک کجاوه را کشاده و داخل او را تماشا کنند یا به سوی زنها نظر کنند. این دیگر مسلمان ها حق نداشتند. یکم صورت این بود میگوید. دویم صورت این بود که من بسیار سین و سالم خورد بود میگوید اون سالها و بسیار زنی بیگوشت بودم، خراب بودم میگوید. زنهای دوره رسول اکرم میگوید سرگوشت نبودند و حضرت عایشه میگوید ما خوراک زیاد هم نمیخوردیم و فربگی هم در ما وجود نداشت، بسیار یک وزن سبکی داشتیم. از این خاطر کجاوه را برداشتگی آدم حس نمیکرد که در داخلش آدم هست یا نیست. ولی امروز میبینید چی مردمان چی زناماند، باور کنید خدا داند تابوچه برداشته نمیشود. حبیب خدا در حدیث های مبارک گفتن میترسم از امتی که شکم داشته باشد. ببینید از امتی که شکم داشته باشد، از این گونه امت میترسم. مقصد شکم از راحت پیدا می شود. شکم بسیاری وقت از بیکاری پیدا می شود، از تربیه زیاد پیدا می شود، از تنبلی پیدا می شود. میگوید مادامی که دیدم کسی نیست، عایشه میگوید پس چیکار کردم؟ پس در همون جایی که خوابیده بودم چادر ما بالای سرم کشیدم و در همونجا نشستم
و گمانم همین بود که مادامی که رفتن در کجایی که رسیدن داخل کجاوه را میکشایند، میبینند که نباشم باز به همین جا گشته میآیند و همچنان هم شد. عایشه میگوید نشستم قریب دم صبح شدند، میگوید بیفره شدم و در جای خود غلطیده خوابم بود. این زمان میگوید قاعده همین بود که از پس عسکرهای رسول اکرم یک آدم راه در جستجو کرده می آمد که اگر چیزی از مسلمان ها غلطیده باشد و یا می برداشت آورده در دست صاحبش تسلیم میکرد. این حالت میگوید من خواب بودم که یک صدای شنیدم از صوفان ابن معتل سلیمی که این لله و این الیه راجعون گفت. همون آدمی که از پس می آمد و هر چیز قفا مانده را می برداشت همراه خود می برد، راست من آمد میگوید و همین کلمه را گفت این لله و این الیه راجعون. یک تعزیه بیان کرد، ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. میگوید صدای این مرد شنیدم برابر من از جای خود خیستم. قسم به خدا میگوید این مرد آنچنان مرد مسلمان بود که با من دیگر سخن نگفت، فقط اشاره کرد که بالای شتر سوار شد. میگوید شترش پایان کرد و اشاره میگوید بالای شتر سوار شدم و بند شتر را گرفت و به سوی مدینه رهسپار شدیم. انشاءالله در راه چی گفت و گذار شد و تا رسیدن این الکه چی فتنه ها در مدینه منوره فرا گرفت، من میخواهم جمعه آینده ای را برای شما رسانم، زیرا وقتم انجام یافت، وقتم تمام شد و این قصه البته باز به خودش باز دوام دارد، نازکی ها دارد. برای این در دوام این 5 دقیقه که شاید باقی مانده باشد من این تمام کرده نمیتوانم. انشاءالله جمعه آینده من برای شما این قصه را بیان میکنم. بابای قربان از تماشا تیفه از نفقش برای بنای مسجد یک مبلغ جدا کردند. در حق استاها امرالدین، سید مراد، بابای آدینه، بابای حاجی شاهین و دیگران که در تعمیر مسجد اشتراک کردند دعا کنید. همون قسم آشیانه تایی که از طرف راست شما هست همون خیلی گویم خراب شدگی بود. همین هفته گذشته همین شخصانی که نام گرفتم خدا برکت چونتیت بسیار خدمت خوب کردن، از سر همونجا را استیاشکا کردن، سفید کردن، تازه کردن، خیلی در حالت خوب قرار دارند. آدمایی که نشستند تماشا کنند خودشون حس میکنند. یک برادر 2 قابچه سیمنت آورده است. یک برادر دیگر من که هم سوداگر است هم امروز تعمیر خانه دارد، اینجا یک مبلغ برای تعمیر همین مسجد جدا کردن، گفتن نام ماننده خوانید. خب پسرکی که طلبشان نام دارد در حق مادر و پدر محرومشان دعا خواستند. یک برادر دیگر هم اینجا یک مبلغ دادن که در حق من دعا کنید. از جنازه مرحوم فیضلی اینجا یک مبلغ آوردن و در حق آنهایی که در صندوق خیر کردند دعای خیر کنید. اینجا یک اعلان دیگر نویساندن، یک برادر از آشخانه که مبلغ پولی یافته است کسی گم کرده باشد مراجعت نماید. یعنی در آشخانه کسی اگر پول گم کرده باشد آشخانه رفته باشین، همونجا پول یافتن انشاءالله پولتانه پس میگردانند. کدامی که اگر گم کرده باشین کدام شهر است؟ خیلی شهر در شهر کسی که مبلغ گم کرده است خودش میداند دیگر کجا کدام آشخانه است، همونجا رفتم مراجعت کنین انشاءالله پول شما را پس میگردن. خدا ایمان رشته خیلی آدم مسلمان بود است که مثال آن چیزی که گم میشود با صاحبش میگرداند. و برادرای عزیز برای همین پوشانیدن مسجد هم اگر کدام شما در کجای اگر مثال فرما درک دارین از آهن عبارت است، مثال یا با مبلغای ارزان میفروشین یا که مثال میارین، اختیار با شما هست برای ما خبر دهین. خب یا کدام شما اگر از آهن مثال شرایط تأمینات آهن دارین، همون اوکلاکای مثال 40 است، 50 است، 60 است، خب چیزی که باشه برای پوشانیدن همین اگر کمک کنین انشاءالله خیر می شود.
انشاءالله خداوند این تمام میکند. هست برادرها امروز روز به روز آمده کمک کرده ایستادن، لیکن به هر حال هم که باشد مبلغ کلان صرف می شود. ساختمان کارش خیلی مشکل است. البته ما آماده پیشاندنیم، دیگر همه طرفاش تمام کردگی هستیم. خب حتی یک برادر دیگر هم او روز آمده است، همینجا اعلان کرده است که همین چند فریزه که می رود من خودم فریزه ها را در دوشنبه میکنم. گفته است ادرسش هم گذاشته رفته است، انشاءالله ما هم با او ملاقات میکنیم. خب و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان از ثواب و اجر و پاداش این موعظه در نامه اعمال همه ما و شما کتابت بفرماید و این بندگانی که امروز خیر احسان ها کردند و هر آرزو و طلباتی که در دل دارند